این حکومت اولین کاری که کرد اومد رابطه مردم رو با گذشتهشون قطع کرد. یعنی مثلا دوره شاه مبدل شد به یه دوره کارتون. اوایل مثلا فیلمایی که می‌ساختن مثلا یه ساواکی بود که بچهای محل دستش می‌داخت. خب وای مثلا دهشت ساواک از بین رفت. یعنی شاید ساواک چجوری آدم‌ها رو سلاخی می‌کرد از بین. آمد یه گذشته سازی کرد که اصلا وجود نداشت. و بعد همین اینترنت و نمیدونم فلان از این حرفا اومد، افتاد دست نسل جوانی که ببین فقط به وضعیت ایمیدیت، فقط به وضعیت روزش داشت. توهی از هر نوع سنت، توهی از هر نوع تاریخ. داره لچشش که بعدا میرن میگن که شاه برگرد. آخه که ببین در دوره خودش سلاخ‌ترین و دهشتناک‌ترین رژیم جهان. مردم الان ناراضی هستند، میگن شاه. ولی فقط یه جوانی که هیچی از تاریخ خودش نمیتونه بره بگیره. این به معنای این نیست که معیشت مردم خوبه فلان، من کاری به اون ندارم، خب معلومه که بده. ولی اینی که بعدش اون چیز رو بخوان، یعنی که ببین تجربه از مشروطه تا به حال این تجربه سیاسی منتقل نشد. که میگن مرگ بر دیکتاتور، ببین دیکتاتورش لقب رضا شاه. جالبه که تو میرن تو مسجد گوهرشاد، یعنی سمبل جایی که سمبل دیکتاتوری رضا شاه، اونجا میرن میگن رضا شاه رو بچه. این فقط نسلی میتونه بگه که هیچ از تاریخ ایران نمیدونه. در طول این 30 سال تأمل بر تجربه های ما از دست رفت. یعنی افراد افتادن به ارلپنیتس، یعنی تأملی روی مثلا حجاب و اینا صورت این بود که همه جای دیگه فلانی و گفتن خب شاه هم که حجاب آزاد کرد، پس شاه بهتر. این تجربه اقفاقون این تجربه رفلکتیو و قصه نویسی درست همین کارو میکنه. یعنی قصه گویی درست همین کارو میکنه. یعنی قصه گویی من رو وادار میکنه که هی نسل به نسل در قالب پند و اندرز و حکمت و فلان از این حرفا روی تجربیاتم رفلکت کنم. میگه اینفورمیشن این کارو نمیکنه. اینفورمیشن فقط به من ارلپنیتسم میده. یعنی اینفورمیشن فقط به من همین تجربه بلاواسطه روزمره‌مه. من مثلا انتقال تجربه صورت نگیره، اصلش کودک شدن مردم. یعنی اصلش اینه که ببین شما انگار یه بیبی یا یه بچه‌ای هستی که تازه به دنیا اومدی. بنابراین دنیا رو همون چیزی که می‌بینم اینفورمیشنی که بهت میدن، آدم میشن کودک، مردم میشن همون چیزی که با غذا رو می‌ذاریم میگم من نمی‌خوام، یا من اونو می‌خوام اینو نمی‌خوام. این نسلی که میره تو خیابون ببین هیچ اکسپریانس، هیچ ارفاقی نداره تاریخ ایران، هیچ چیزی نداره تاریخ ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، ایران که شاه نداره. یه طرفش آموزش و پرورشی که وقتی تو تاریخ ایران رو یه جور دیگه روایت می‌کنی، دیگه یاد می‌گیری برای که مورد پسند خودت باشه. ببین مردم از کل تجربه تاریخی می‌برن. دیگه من و تویی هم پیدا میشه که از فرح یه دونه بانوی شهید مظلوم می‌سازه. بعد چه میشه؟ همین فاجعه رو. یعنی نسلی که کوچکترین تجربه نداره.